بریم برای درست کردن کوکی رد ولوت. برای درست کردن کوکی رد ولوت قبل از هر چیز کره به دمای محیط رسیده رو توی ظرفی میریزم، یک دور به هم میزنم. بعد از اینکه 1 دقیقه به هم زدیم، شکر سفید به همراه شکر قهوه‌ای روی مواد میریزم، به هم میزنم. بعد از 1 دقیقه به هم زدن، تخم مرغ و وانیل رو بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه چند دور به هم زدیم، رنگ قرمز رو بهش اضافه میکنم. پودر کاکائو رو روش الک میکنم. عزیزان، یه دورگیری انجام میدیم. حالا شروع میکنیم به هم زدن. در حدی که مواد با هم ترکیب بشه کافیه. همزن رو کنار میذارم. 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنم، هم میزنم. اینجا 1 قاشق نشاسته ذرت داریم، اونم بهش اضافه میکنم، ترکیب میکنیم. حالا روی مواد الک میکنیم. توی 2 مرحله این کار رو انجام بدید. به کمک دست خمیر رو جمع میکنیم. خمیر چسبنده است، حتما باید توی یخچال 2 ساعت استراحت کنه. مواد رد ولوت رو از توی یخچال در میارم، گوله میکنم به این شکل. توی پودر قند میغلطونم و داخل سینی که از قبل کاغذ روغنی انداختم میچینم. خب کوکی ها رو طبقه وسط فر قرار میدیم تا پخته بشن. اینم از کوکی رد ولوت.